وکیلان مردمی تاجیکستان طرح اصلاح شده قانون درباره انتخابات پارلمانی را بررسی کردند که به گفته مؤلفانش نظر به قانون گذشته دموکراتی تر است. بر اساس طرح نو که شورای مجلس نمایندگان بررسی کرد، پیشبری نامزدها به مقام وکیلی آسانتر و دخالت مقامات رسمی به جریان انتخابات کمتر می شود. یک نوآوری که در بولتن ها من بعد داخل کرده می شود، این در اون جای کردن یک رفع علاهده مقابل همه وکیل نامزدهای به وکیلی و مقابل همه حزب‌ها نیز در اینجا جا کرده می شود. ناظران بین المللی انتخاباتی در گذشته از مقامات تاجیکستان خواسته بودند که قانون انتخابات به پارلمان را اصلاح کند، زیرا این سند برای همه احزاب شرایط برابر شرکت در انتخابات را ضمانت نمی‌دهد. دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه فعالیت شرکت مالی 7 برج را ممنوع کرد و خشم و اعتراض صدها مشتریان را برانگیخت. بعضی از این مشتریان که برای تجارت شبکه‌ای از طریق 7 برج هزاران دلار سرمایه گذاشتند، از دادگاه خواستند که حکمش را به اعتبار کند. 260 دلار پول ثبت طلایی گرفتم، 9000 دلار ماندم، دوبار 750 دلاری من پرسنگ گرفتم. از 6 ماه امروز پگاه کارسای نه پول ما نه خدمات داشتم، میگم پرکلارکا گرفت. اما به گفته مقامات رسمی تاجیکستان، شرکت 7 برج مثل دیگر پیرامیدهای مالی فعالیت می‌کند که عاقبت ندارند و اکثرا مشتریانشان را فریب می‌دهند. پایان آمدن قیمت زردآلوی خشک در ولایت سوخت صاحبکاران این ولایت را وادار کرده است که راه‌های نوی عرصه محصولاتشان در بازار را پیش بگیرند. اگر سال گذشته هر کیلو زردآلوی خشک را با قیمت 10 و یا 15 سامانی می‌فروختند، اما حالا نرخ بلندترین آن در سوخت به 7 سامانی رسیده است. سالانه در این ولایت 50,000 تن زردآلو استحصال می‌کنند. میوه خشک ولایت سوخت عمدتاً در روسیه مزاج زیاد دارد، اما سالهای اخیر زردآلوهای وارداتی از ایران و ترکیه در روسیه جای محصولات تاجیکی را تنگ کرده است. دسته فوتبال روشن کلاب و قهرمان تاجیکستان آمادگی‌ها برای رقابت با دسته الیرموک یمن را شروع کرد. این بازی در چارچوب مسابقات جام کنفدراسیون فوتبال آسیا روز 2 فوریه برگزار می شود. معروف رستموف سرمربی دسته روشن گفت مرحله اولی تمرین‌ها از 5 تا 10 ینور در کلاب و مرحله بعدی در سوخت و دوشنبه صورت می‌گیرد. بازی روشن با قهرمان یمن در میدان همین دسته در کلاب برگزار می شود. و امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان دلشاد نظرов ورزشکار معروف تاجیک را معاون رئیس کمیته جوانان ورزش و سیاحی تعیین کرد. گرزانداز شناخته تاجیک 31 سال دارد، طی سالهای اخیر در چندین مسابقات بین المللی پیروز شده است و قهرمانی آسیا نیز هست. برای دریافت اخبار و عکس و ویدیوهای بیشتر سر بزنید به وبسایت ما، با صفحه‌های آزادی در فیسبوک، توییتر، یوتیوب و نکلاسنیکی و هم صمیمه مخصوصی رادیو آزادی برای تلفن‌های هوشمند.